محترم الحاج ملا محمدی ساسانی وزیر فوایدامه امارت اسلامی افغانستان روز گذشته از جریان کار بخش نخست لین دوم شهرهای کابل غزنی بازدید و ارزیابی نمود. لات اول این سرک 24.5 کیلومتر طول دارد و از پل کمپنی آغاز شده و تا ساحه سنگ سیاه ولایت میدان وردگ امتداد می‌یابد. عرض این سرک از پل کمپنی الی 7 کیلومتری 11.8 متر و از آن نقطه تا پایان مسیر 7.3 متر می باشد. در امتداد این پروژه کار اعمار دو پایه پل بزرگ، 68 پایه پلچک، 7 کیلومتر جویچه سیخدار کانکریتی کنار سرک یا RCC از طرف کمپنی، 1200 متر جویچه کنار سرک در مربوطات میدان شهر و همچنان ساخت دیوارهای استنادی نیز شامل است. تاکنون بخش‌های مختلف پروژه پیشرفت قابل توجهی دارد. کارهای سب بیس، بیس کورس و لایه‌های اول و دوم اسفالت در حدود 15 کیلومتر تکمیل شده است. کار اعمار پل کمپنی 98%، کار جویچه‌های کنار سرک 99%، ساخت پلچک‌ها 97%، کارهای کتنگ سرک نزدیک به 98% تکمیل گردیده است و کارهای متبقی آن به صورت جریان دارد. وزیر محترم فوایدامه در جریان این بازدید به مسئولین شرکت‌های قراردادی، تیم‌های تکنیکی و انجینران هدایت داد تا کارهای را با کیفیت بهتر و در زمان تعیین شده تکمیل نماید. قابل یادآوری است که وزارت فوایدامه امارت اسلامی افغانستان کار اعمار لین دوم شهرهای کابل غزنی را سال گذشته به اساس حکم عالی قدر امیرالمؤمنین حفظه تعالی در بدل عواید تول پلازا آغاز نموده بود که اکنون کار آن در 3 بخش مختلف با پیشرفت‌های متفاوت جریان دارد.